رفقا ببینید اینجا سری من اینترنتم لک خورد، دوباره درست شد. اینجا یارمو زدن، اینجا خودم هم تیر نخورد بهش. مثلا این 5 بار زدم اون 2 بار زده. مثلا اینجا فکر کنم اینجا هم باز دوباره مردم. نه یارم کاور داد. ببینید اینجا رو ببینید، بعد همیشه باید با یاراتون بیشتر باشید، خیلی بهتره با یارا باشید. مثلا اینجا ببینید ما یکم تیرم بعد نخورد، با مردیم، ولی در آخر بازیه. مثلا ببینید مهم اینه که اشتباهتون رو جبران کنید. ببینید مثلا الان یکی رو زدم، یکی دیگه از بک زد. مهم اینه که اشتباهات رو جبران کنید، سعی کنید با یاراتون باشید و بعد همینجوری نبر راش بدید. مثلا ببینید من کاور یارم کردم، راحت زد. مثلا اینجا دوباره مرد یارم، من یه دونه دیگه اینجا الان میاد یه دونه دیگه میزنم. ببینید اینجا باید یارو رو همیشه حواستون باشه کجا میره که جلوتر ببینیدش. مثلا هر جا میره دنبالش بیافتید، هر کاری میخواید کنید. راستی اگر اتچ لوکاس منم میخواید حتما داخل کامنت ها بنویسید اتچمنت تا براتون تا ویدیوشو بسازم. اگر حمایت خوب باشه به زحمت هم حمایت کنید، دکمه ساب و لایک و حتما بکوبید، ساب رو بزنید، اون زنگوله بغلش هم سفید کنید که اول هر وقت ویدیو گذاشتم اولین نفر با خبر بشید و بیاید ببینید و کلی آموزش خفن یاد بگیرید و همینطور هم کلی اتچمنت خوب بگیرید. بریم سراغ ادامه ویدیو. اینجاها من شات خوب زدم، اینجاها این خوب میزد، خدایش این خیلی خوب داشت میزد. ولی شما ببینید کار لژند و میتیک مهم نیست. من خودم هم یه لوکاس الکترو دارم، دیالزیلات دارم، دیال میتیک هم دارم. اگر موافق باشی رونمایی از اکانتم میکنم. بعد ببینید این اتچمنت ها رو ببینید، لذت ببرید. ببینید این شات ها رو ببینید، یه سری یوتیوبرها و آپاراتورها این شات ها خیلی از این ضعیفتر میزنن، حمایت میشن. ما که اینجوری داریم پلی میدیم، اینجا بعد مردم، ولی ببینید یه شات خفن قراره بزنم، حال کنید. ببینید من اینجا 2 نفرشون رو زدم، اینم هدشات زدم. اینجا دیدم این اومد زدم، دبل کیل زدم، برگ‌های یارم هم ریخته بود. ببینید یارم تعجب میکرد. اینجا راحت بازی و وینش، اینجا رو با دیگه بازی و اختلاف جلو افتادیم، بازی و وین کردیم. آخره باز اون رو چمپرینو بازی کردن. مثلا میره خط هم میبینید یارو رفته اون تو، خطشو بگیرید، اومد بیرون راحت بزنید، چون احتمالاً که بزنید بالا. مثلا این اسکین گنده‌ای برداشته بود، راحت زدیمش. ببینید اینجا باز اینجا میاد، اینجا میمیرم من، بیا شو نکنم. نه زدیم. این فینکر مثلا 2 تا گانه داشت، اشتباه بدی کرد و فایت داد، اینم خط گرفت و بخواهم اینجا بازی ما بردیم دیگه، تموم شد. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک